سلام بچه ها، من روخانم و خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با بالاترین گرافیک کالاف تو پرانتز یوتیوب بذارم، ولی جدا از شوخی اینم که میبینید شارپ میزنه همه چی تو چشم و اینا، این ادیته، اصلش اینه. ولی بازم خدایی خوبه. تو این دودی که از داخل اسنایپ میاد بیرون رو نگاه کن، نوری که میزنه از لای این نرده ها، انشاباش قشنگ معلومه. این دیگه خارمادر گرافیک کالافه و البته گوشیم هم کلی لگ زد. به جان خودم 80%تون ای تیکر رو ندیده بود. اصلا میدونستید در این هواپیماه باز میشه؟ فقط باید شادو رو روشن کنید تا بفهمید درش باز میشه واقعا. من دیگه یواش یواش رفع زحمت کنم، خیلی همچین صحبت جذابی ندارم که، یا به اصطلاح بهش میگن لکنت. حالا لکنت خیلی غلیظ نه، نت نه، ولی همچین گفتمان جذابی نمیتونیم داشته باشیم. این نگاه گرافیک میزنی تو چوب، تیکه های چوب میریزه بیرون. ای خدا. ولی از بحث دور شدیم، من دیگه میرم. شما رو با این خارمادر گرافیک تنها میذارم. ببینید، عشق کنید. و یه چیز جالبم اینه که وقتی یارمونم تیر میزنه مشخصه، یعنی یا انمی تیر میزنه مشخص. من قرار بود شما رو تنها بذارم، نمیتونم حرف نزنم، نمیتونم حرف بزنم. این مسئله خیلی پیچیده ایه که دانشمندا راجبش اظهار نظر های متفاوتی میکنن و باور کنیم فهم دارم چی میگم. خستمه، نشستم تا یه ویدیو بد نباشه در بیارم. حالا به بزرگی خودتون ببخشید، این خبرهایی که اومد راجع به یوتیوب و اینا اصلا حالمو گرفت. یه ویدیو هم توی اینستا دیدم گفت از بزرگای یوتیوب فارسی من معذرت میخوام، من باعث این شدم که درآمداتون به نظر 1/10 بشه و اینا. اینجوری بودم که این منم. دقیقا تا ما شروع کردیم یوتیوب یادش افتاد ما تو ایران زندگی میکنیم. ما قرار بود بریم. آره خدایی اگه نمیخواید صحبت های منو بشنوید بگید، یعنی تو چیز بعدی بگید که من این بروکم بدون صدا اینا فقط آهنگ بذارم و ایناش شما حال کنید. یا در و دیوار و اینا. حالا یه چند دقیقه دیگه میرسیم، یه جا تیر میزنم به فلز، مشخصه قشنگ جرقه هاش مشخصه تیر زدم به فلز. به این میگن روخان کست است. میری تو دیوار. اینجا همچی تیر شنیدم، صدا تیر شنیدم، رفتم تو دلشون که بگم سلام، دیدم هیچکی نیست. یعنی ما عملا چیز کردم اینجا دیگه، کاتش دادم چون هیچکی نبود و ما باتو زدیم و بعد اینجا هم گوشی لگ خورد و هنوگاهمون یکی شد و ولی یکی تو کامنت ها می نویسه جواد بهتر از تو روایت میکنه. ریدی با این روایت کنه؟ نه خدای بیاین دلداری بدین بالاخره. این حالا برمیگردم نگاه کن، این نور قسمت های زیپلاین اصلا خیلی باحاله. جان خود یارو اسمش یک بود، نه اینترنتش رفت زدیمش. چه خوب میچرخه. میگه که خوبی شما،
راضی از زندگی. هم دوری گفتیم باشیم. میدونی این همه ویدیویی که میبینیم مال ما رو هم ببینی. نه این همینجاست که میگم تیر میزنم به در نگاه جرقه میزنه ای خدا چه باله. این بچه 2 ساله ذوق میکنه. خب حالا که شما 5 دقیقه از ویدیو رو دیدی، یعنی ببین خدا وکیلی بذار اینجور بگم، انتظار ندارم هیچ کدومتون، یعنی با این روایت های من و طرز حرف زدن من و کلا گیم پلی آشغال، اینم ببینید باحال. اوکی حالا خود تغییری ها، ولی اینم ببینید باحاله. این همونجاست که میگم به تخت تیر میزنم پراش میزنم ای خدا. خب داشتم میگفتم یعنی این پرش حوازی که من دارم هیچکی نداره به خدا. اینم ببینید باحاله. کات زدم ویدیو رو دیگه اصلا نمیدونم یا تیراژ نارنجی میشه، یعنی از اون حالت حتی تو گرافیک های و وری های هم چیزه، تو گرافیک مکس تیرای دسپرادو نارنجی میشه. جالب بود برام، گفتم بهتون نشون بدم. زونم خیلی غلیظه، اینم بهتون بگم، یعنی عملا از توی زون اونورش نمیتونی ببینید. و خب ریجسترت هم دیری میشه. ما تو پس زمینه همچنان هستیم. قرار بود دقیقه یعنی به دقیقه نمیرسه 30 ثانیه ما چیز کنیم بریم پا بریم. نگاه من این همه چی گفتم یادم رفت آخرینو میخواستم بگم. ما اگر که دوست داشتیم، یعنی هر وقت عشقتون کشید، به عنوان کامنت، به عنوان نظر، پیشنهاد، انتقاد که خیلی وارده، ولی به عنوان پیشنهاد اگه دوست داشتید آخر ویدیویی شما که دیگه تا اینجا رو دیدید یه کامنت هم بذارید بگید سری بعدی با گرافیک بالا چی رو تست کنم. یعنی مثلا کوکتل مولوتوف، کلاس آتیشی، اسموک گرینید یا کلن اسموک بامبر دیگه، هرچی که شما بگید و من تست میکنم. بای.